است رژیم پلید ولایت. مسعود رجوی 18 مرداد 1388. و اکنون این کروبی است که پس از 10 روز نامه ای را که به رفسنجانی نوشته است ناگزیر منتشر می کند. از شقاوت‌ها و شناعت‌هایی می‌گوید که هنوز از آن بر خود می‌لرزد. به نقل از افرادی که دارای پست‌های حساس در این کشور بودند و به گواهی نیروهای نام و نشاندار در همین رژیم میگوید که به پسران و دختران این کشور، حتی فرزندان مقامات و همدستان همین رژیم، آنچنان وحشیانه در زندانهای ولایت فقیه تجاوز شده است که قربانیان دچار افسردگی و مشکلات جدی روحی و جسمی گردیدند و در کنج خانه‌های خود خزیدند. از دستگیری‌های بی حساب و کتاب، از ضرب و شتم و وارد کردن جراحات، از حمله به خانه‌های مردم، برخوردهای خشن و وحشت انگیز حتی با خانم‌ها در سطح خیابان‌های شهر سخن می‌گوید و از برخوردهای خشن و بی‌محابا بر سر مردم با تندروخورد کردن، آنچنان که بعد از گذشت قریب به 40 روز همچنان اوضاعشان غیر عادی است و عوارض آن روی بدنشان قابل مشاهده است. همچنین از حطاکی و ابراز دشنام و فحاشی رکیک به افراد و نثار نوامیس بازداشت شدگان و مردمی که برای نماز جمعه آمده بودند سخن میگوید. به راستی کروبی هم دیگر به تنگ آمده و اکنون پس از 21 سال به همانجا میرسد که منتظری رسید. آقای کروبی به درستی و با همان توصیف منتظری پس از قتل عام زندانیان در سال 1367 می نویسد: اتفاقی در زندانها رخ داده است که چنانچه حتی اگر یک مورد نیز صدق داشته باشد، فاجعه است که روی بسیاری از حکومت‌های دیکتاتور از جمله رژیم ستمشاهی را سفید خواهد کرد. ای کاش که آقایان منتظری و کروبی و دیگرانی که از این پس به آنان میپیوندند از 30 سال پیش نسبت به همین شقاوت‌ها و شناعت‌ها بیدار و هوشیار شده بودند. افسوس، اما باز هم دیر نیست و بنی بشر برای جبران مافات تا لحظه وفات فرصت و امکان بازگشت دارد. توبوا الی الله توبة نصوحا. به خدا و خلق بازگردید و توبه بازگشت ناپذیر نصوح به جای آورید. آخر در زندانها و شکنجهگاه‌های خمینی و لاجوردی و در واحدهای مسکونی قزلحصار از اول همین بساط بود. فتوای خون کشیدن از زندانیان قبل از اعدام برای جبهه‌های جنگ ضد میهنی را به یاد دارید. فتوای تجاوز به دختران قبل از اعدام برای اینکه به بهشت نروند را به یاد دارید. گمان می‌کنید پاسدار شکنجهگر احمدی نژاد یا پاسدار شکنجهگر حسین شریعت مداری از کجا و طی چه پروسه‌ای به قعر جنایت و رذیلت و وقاحت در غلطیدند؟
بسیاری شاهدان هنوز حی و حاضرند، هرچند که هزاران و هزاران تن دیگر از آنان تیر باران گردیده یا به دار کشیده شدند. نگاهی هم به صحنه‌های جنایت دست آموزان رژیم ولایت در اشرف بیندازید. باور کنید که میلیون ها نفر در سراسر جهان به خود لرزیدند، اشک ریختند و خونشان به جوش آمده است. در عین حال در برابر پایداری شگفت فرزندان رشید ایران برای آزادی سر تعظیم فرود می آورند و به حتمیت پیروزی مردم ایران یقین می کنند. تقریباً 40 روز پیش کروبی در 9 تیر هم نامه سرگشاده‌ای به ملت ایران نوشت. صرف نظر از مایه‌هایی که هنوز هم برای نظام نجاست ولایت می‌گذارد نوشته بود: لازم می‌دانم ابتدا از مردم ایران عذرخواهی کنم، هم به خاطر چندین ماه اصرار و ابرام برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری و هم به خاطر همه آن عزیزانی که در این مدت زحمات زیادی را برای آنها موجب شدم. اذعان می کنم که بسیاری از شما